احتمالاً تا حالا از خودت نپرسیدی که FVG یا کندل اسپارک چطوری ایجاد میشه. خب بذار برات توضیح بدم. فرض کنید این اوردر بوک مربوط به یورو دلاره و یک مؤسسه بزرگ میخواد 10000 لات رو تو این قیمت از بازار بخره. این یک سفارش بزرگ محسوب میشه. اونا باید این 10000 لات رو با بهترین قیمت فروش فعلی بخرن. اما همونطور که میبینید تنها 103 لات در قیمت فروش فعلی وجود داره. در نتیجه قیمت به سرعت بالا میره تا تمام عرضه موجود در هر سطح قیمتی رو جذب کنه که تمام 10000 لات پر بشه و این اتفاق به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. حالا بازار تو سطحی قرار گرفته که به عنوان ارزش منصفانه بین خریدارا و فروشندگان تلقی میشه. بنابراین قیمت مجبور همچنان بالا بره تا نقدینگی کافی برای پر کردن سفارش رو پیدا کنه. مؤسسات بزرگ نمیتونن این عدم تعادل‌های بزرگ رو که به صورت FVG یا اسپاک در بازار ایجاد میکنن پنهون کنن. پس اگر بدونید چطوری رد پای اونها رو دنبال کنید و شناسایی کنید، میتونید همراستا با جریان سفارشات معامله کنید، نه اینکه ضرر کنید. مخلص.